دوستان عزیز از اینکه تا این لحظه با ما بودید ممنون و متشکرم. اجازه بدید پیشاپیش خوش آمد بگم با آقای رضا کحلیلی و تشکر کنم از اینکه وقت خودشون رو در اختیار تلویزیون مردم و شما بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی گذاشتن. آقای رضا کحلیلی، من ساکت میشم و شما خودتون با دوستان صحبتی داشته باشید، از خودتون بگید و از ماجرایی که شما چگونه به اصطلاح سرانجامتون به اینجا رسید که این کتاب رو بنویسید A Time to Betray. اولا A Time to Betray رو با فارسی چگونه ترجمه کنیم بهتره؟ اول درود بر شما و بینندگان عزیزتون، خیلی ممنونم که این وقت رو به من دادین. A Time to Betray ترجمه فارسیش یعنی اونجوری که برای تیتر کتاب خواهد بود هستش زمانی مناسب برای خیانت. و این داستان زندگی منه، داستان همه ماست. به تصویر میکشم زندگی قبل از انقلاب و که چجوری ما زندگی میکردیم، چه پیشرفتایی داشتیم، خانواده ها و کوچه پس کوچه هامون، داستان زندگیم، کجا بزرگ شدم توی تهران، دوستایی که داشتم و بعد اوایل دهه 70 اومدم آمریکا برای تحصیل و زمانی که برگشتم ایران انقلاب شده بود و یکی از دوستای بچگیم این خب از کوچیکی، یعنی خانوادهش خانواده مذهبی بودن. یکی دیگه دوستام که خب خیلی نزدیکتر باش بودم اون بیشتر سکولار بودن، خانوادهشون دنبال آزادی بیشتر بودن، ولی خب این که مذهبی بود اوایل انقلاب میپیونده به سپاه همون اوایلش بود که شکل گرفته بود که بچه‌های محله و اینا تشکیلش میدادن با این ایده که پروژه هایی بذارن که به فقرا کمک کنن، کشور رو بسازن و از اون برم حفاظت ارضی ایران رو در قبلشون بگیرن. و اون موقع من درخواست کردم که برای تحصیلاتی که داشتم و توی قسمت در قسمتی تو سپاه فعال بشم که از لحاظ کامپیوتری و آموزش دادن و سیستم ارتباطیشون بتونم کار بکنم که من کردم. ولی خب خیلی زود دیدم که 6-7 ماه بعد از انقلاب اتفاقایی که توی کردستان افتاد و چجوری بی حرمتی به پسرها و دخترای ما، بانوهای ایرانیای ما انجام میدادن و چجوری تمام اون قولایی که آقای خمینی داده بود که همه آزاد خواهند بود، آزادی سیاسی خواهد بود، خانم‌ها آزاد خواهند بود، هر چی بخوان بپوشن، تمام اینا یه نیرنگ و دروغ بود و اینا با قسی القلبی تمام بچه های ما رو می بردن تو زندان اوین، چه بلاهایی به سرشون می آوردن و بعدم اعدام می کردن که چند نفر از اونا دوست خود من بودن، با خواهر و برادرش نصف شب از خونهشون میان اینا رو میبرن و بعد چه شکنجه هایی میکنن. خواهره که دختری که 15-16 ساله بود بهش تجاوز میکنن قبل از اینکه اعدامش بکنن، به خاطر اینکه باور دارن اگر دختری هنوز ورجن باشه نمیتونه میره به بهشت هر چقدر هم گناهکار باشه. بنابراین اینا به من یه شوک واقعی داد و دیدم که کشور واقعا داره به لبه پرتگاه میره و این اشخاصی که تندرو هستن کلیه امورات کشور رو تو دستشون گرفتن. بنابراین تصمیم گرفتم اومدم آمریکا به بهانه‌ای و فکر کردم اگه به مقامات آمریکایی من این اطلاعات رو بدم، بهشون بگم واقعا چی میگذره و چه خطرناک این حکومت برای مردم ایران و تمام دنیا. اینا کاری میکنن که با چند تا مامورای FBI صحبت کردم، یه سری اطلاعات بهشون دادم، بعد اونا منو آشنا کردن با یکی از مامورای سازمان سیاه و ایشون خیلی آدم خوبی بود، خیلی هم میفهمید
و اون موقع گفت ما بعد از بسته شدن سفارت آمریکا تو ایران و در اومدن تمام اتباع و کلا واقعا تمام چنل‌های ارتباطاتیمون قطعه و نمیدونیم چه میگذره و واقعا اگه تو میخوای به کشورت کمک کنی به ما کمک کن که بفهمیم. و خلاصه این به اون جایی انجامید که من برگشتم ایران و شروع کردم برای اینا کار کردن و اطلاعات فرستادن راجع به گسترش فعالیت سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، عملیات تروریستیشون، فرستادن اسلحه و مواد انفجاری و پول که واقعا صدها میلیون دلار نقد میرفت به منابع مختلف، چه تو لبنان چه تو سوریه، اراضی فلسطینی و کشورهای منطقه، برای اینکه ارتباط برقرار کنن با گروه‌های تروریستی و گسترش بدن این فعالیت رو توی اروپا و جاهای دیگه. و واقعا توی سالهایی که کار کردم اخبارایی یعنی اطلاعاتی رو دادم که واقعا هر انسانی رو شوک میکرد. یکی این که کشورهای انگلیس و آلمان و فرانسه طبق معاهده‌ای با رژیم ایران موافقت کردن که مامورای اطلاعاتی ایران توی اروپا به اون کشورها اپوزیسیون رو بکشن و از همون موقع شروع شد که واقعا صدها نفر رو توی اروپا اینا شروع کردن ترور و امنیت کامل داشتن، یعنی ماموریتاشون رو انجام میدادن، برمیگشتن. سازمانهای اطلاعاتی اروپا میدونستن که اینا این کارا رو میکنن و هیچی هم نمیگفتن تا اینی که رسید به اون میکونوس ترایال و انقدر بالا گرفت که دیگه اروپایی‌ها فکر کردن که باید یه کاری بکنن جلوشو بگیرن و اینا از حد معمول واقعا فراتر رفته بودن که به جایی رسیده بود که RPG 7 از طریق ایرانه برده بودن تو اسپانیا و اونجا استفاده کرده بودن. یعنی دیگه این موافقتی که از اروپایی‌ها گرفته بودن که در قبالش قراردادهای نفتی و اقتصادی ببندن، دیگه اینا اسلحه‌های سنگین هم می‌بردن و خیلی کارهای دیگه می‌کردن که مخالف تمام قوانین بین‌المللی بود. از گزارش‌های دیگه‌ای که دادم چین بود که از روز اول حامی رژیم جمهوری اسلامی بود، حتی سپاهو توی کشور چین آموزش میداد و اسلحه بهشون میداد، شوروی همینطور. ولی که خب خیلی هم از ادمنستریشن‌های آمریکا پشت پرده مذاکره میکردن که اینا رو هم ذکر کردم توی کتاب. و متاسفانه اروپا و آمریکا نفهمیدن که این حکومت غیر انسانی، یعنی واقعا حکومتی که هیچ احترامی برای انسانیت نداره، یه سری متوحش، نه تنها مردم ایران رو نابود خواهند کرد بلکه خطر بزرگی برای دنیا دارن که امروزه میبینیم. و بنابراین دیگه من آخرای 80 از ایران اومدم بیرون، توی اروپا چند سالی باز کارم ادامه دادم، بعد تو آمریکا چند سالی و بعدم دیگه ول کردم. منتها بعد از 9/11 دوباره فعال شدم، از اینه که بتونم صدامو به دنیا برسونم که بگم واقعا اینا کیان، چه بلایی به سر ایران آورده و واقعا ایران و ایرانی کیه. ماها اینی نیستیم که رهبرای جمهوری اسلامی نشون میدن. و کتابو نوشتم که نشون بدم واقعا مردم 1 سال از انقلاب گذشته بود فعال شدن، 10,000 نفر جونشون رو از دست دادن که واقعا این حکومت از بین بره و همیشه غرب و آمریکا با اونا پشت کردن. و از اون ورم مقاله های زیادی می نویسم، خبرهای زیادی منتشر میکنم و توی تلویزیون ها و رادیوهای آمریکا و روزنامه های آلمان، اسرائیل، انگلیس، جاهای دیگه خیلی مصاحبه کردم و همه اینا رو افشا کردم و هر روزم ادامه میدم و فکر میکنم الان زمان اون رسیده که واقعا دنیا بیدار بشه قبل از اینکه اینا دست به بمب اتم پیدا بکنن، مردم ایران رو کمک کنن که از این
دست این جانی ها راحت بشن و واقعا این حکومت اسلامی با این مذهب ضد انسانیش بپیونده به زباله تاریخ. آقای کحلیلی عزیز، شما در صحبتاتون از انگلیس، آلمان و فرانسه نام بردید، بعد در دنباله صحبتاتون گفتید که آمریکا و اروپا. شما فکر نمی کنید آمریکا هم دو تا فیس داره نشون میده؟ یکی فیسی که باش من و شما صحبت میکنه میگه ما با ملاها نیستیم، یکی فیسی که واقعا اینا میدونن، حتی یعنی یه نفر مثل شما دلیل خوبیه که اینا نمیتونن عذرشون رو موجه کنن بگن ما نمیدونیم، ولی به خاطر منافعشون اینها هم دارن همکاری میکنن. نه ببینین، آمریکایی‌ها سعی کردن که راهی پیدا بکنن، چنلی پیدا بکنن با افرادی که فکر میکردن اینا مادرت هستن و میتونن جهت جمهوری اسلامی رو عوض بکنن. این از طرز تفکری بود توی ادمنستریشن ها که آقای رفسنجانی میتونه این کار رو انجام بده، به خاطر اینکه همچون ذکر کردم توی کتاب زمان اواسط 1980 دهه 80 اواسطش کاخ سفید اینجا تماس مستقیم داشت با آقای رفسنجانی که اون موقع رئیس مجلس بود و مکفارلن باش ملاقات کرده بود تو تهران و توی اون سفری که کردن که پیام ریگان رو بدن که انجامید به ایران کنترا، ولی آقای رفسنجانی به اینا گفته بود که زمانی که آقای خمینی